روز بخیر بیننده عزیز، سرخط خبرها را از رادیوی آزادی تقدیم میکنیم. تاجیکستان قرقیزستان را برای تلاشی به هم زدن آرامی در مرز عیبدار کرده است. یک مقامدار قرقیز گفت میان قرقیزستان و تاجیکستان صلح نخواهد شد اگر سازمان یا کشور کمک نکند. دلیری امامعلی را برای 10 سال در زندان نظامش پرزور جای کردند و بیش از 12,000 سامانی جریمه نمودند. اداره مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اظهارات قرقیزستان را برای تلاش به هم زدن آرامی در مرز عیبدار کرده است. در این اظهارات که روز 19 اکتبر نشر شد، گفته می شود قرقیزستان تکنیکا و تجهیزات نظامی را به نزدیکی مرز تاجیکستان انتقال می دهد، کمینگاه و استحکام های جنگی می سازد و شمار نظامیانشان را در مرز بیشتر می کنند. مقامات تاجیک ده‌ها دلیل آوردند که شهروندان و نظامیان قرقیز به شهروندان تاجیکستان حمله یا با آنها مناسبت تحقیرآمیز نمودند. در اظهارات اداره مرزبانی عکس انتقال ماشین‌های حربی و کمینگاه‌ها نشر شده است. اکثر این عکس‌ها آخر ماه سپتامبر و اول ماه اکتبر برداشته شدند. جانب تاجیکستان گفته است ده‌ها دلیل نشان می‌دهد که قرقیزستان پایبند سازش‌های قبلا حاصل شده نیست و بیشتر به جنگ آمادگی می‌بیند. این اظهارات اداره مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان پس از آن نشر شد که یک منصبدار بلندپایه قرقیزستان گفت میان قرقیزستان و تاجیکستان به میانروی یا داوری کشور صلح نخواهد شد. وزیر دفاع قرقیزستان بکتیبک بیکبولتایف 19 اکتبر در نشست مطبوعاتی گفت موضوع را با دبیر سازمان پیمان امنیت دسته جمعی نیز در میان گذاشت. ملاقات آنها روز 4 اکتبر امسال گذشته بود. او تاکید کرده است به نزدیکی با دبیر کل سپاد استانیسلاو زاس صحبت داشتم. گفتم که میان قرقیزستان و تاجیکستان صلح نخواهد شد زیرا قرقیزها دلیل‌های خود را دارند، تاجیکان دلیل‌های خود را. وزیر دفاع قرقیزستان افزوده است که باید سازمان مثل سپاد میان دو کشور داوری کند. به قول او این بحث نه 30 سال بلکه 98 سال باز ادامه دارد. این بحث در حالی است که مقامات قرقیز تصمیم دارند که به ساکنان دهات نزد مرزی سلاح دهند. باری آخر روزهای 14-17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نزاع برخاست و 10 نفر کشته و صدها نفر از دو طرف زخمی شدند. جانب‌ها همدیگر را در این نزاع عیبدار می‌کنند. پیشتر قرقیزستان از رئیس جمهور روسیه خواسته بود که به تعیین و نشانه‌گذاری سرحد با تاجیکستان مساعدت کند. از اول ماه اکتبر در تاجیکستان دعوت به ارتش آغاز یافت. ساکنان از دعوت به زور و با راه غیرقانونی بردن جوانان به ارتش شکایت میکنند. مادر یک جوان از ولایت سوخت بر رادیو آزادی شکایت کرد که پسر بیمارش را مجبوراً به ارتش جلب کردند. این زن گفت تمام سندها را به مسئولان نشان دادند که پسرش امکان خدمت کردن ندارد و بیمار است، ولی به حرفش گوش ندادند. مسئولان کمیسری حربی در کانیبادام این پسر را از نو ثبت نام کرده و به قول مادر از راه ساختکاری او را سالم اعلام کردند. در این باره گزارش داریم که آن را ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه در برنامه اخباری آزادی تماشا کنید. سفارت ایالات متحده آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکمی 10 سال زندان در نسبت به دلیر امامعلی بلاگر و روزنامه‌نگار تاجیک را ناعادلانه خوانده از مقامات تاجیک خواستند او را آزاد کنند. حکم این روزنامه‌نگار شناخته روز 17 اکتبر صادر شد. رادیو آزادی از منابع خود بعضی جزئیات حکم دلیر امامعلی را به دست آورد. معلوم شد که بجز حکم 10 سال زندان اینچنین دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه 200 نشان دهنده برای حساب‌ها او را جریمه کرده است. این برابر به 12,800 سامانی است. با گفته همصحبتان ما در دادگاه دلیر امامعلی 10 سال زندان را در زندان نظامش پرزور سپری خواهد کرد. مرافع این روزنامه‌نگار تاجیک در بینای بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه پس درهای بسته گذشت. بجز از وکیل دفاع و بعضی خویشاوندان دیگران را به تالار مرافع راه ندادند. یک منبع آگاه گفت دلیر امامعلی در سخن آخرینش از دادگاه خواست نسبتش حدی کمترین جزا تعیین کند، اما این طلب روزنامه‌نگار قبول نشد و دادگاه برای او جزای وزنین تعیین کرد. نزدیکان و وکیل دفاع دلیر امامعلی هنوز به خلاصه نرسیدند که از بالای حکم دادگاه شکایت میکنند یا نه. دلیر امامعلی روز 15 میون امسال بازداشت و به صاحبکاری غیرقانونی، رساندن خبری بر دروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع
گناهکار شد. نزدیکانش و خودش در دادگاه این اتهام را دروغ دانستند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی سفیر این کشور در قزاقستان پیوتر وروبلیوسکی را که قبلا گفته بود برای هرچی بیشتر کشتن روس‌ها تلاش میکند از مقامش برکنار کرد. فرمان برکناری پیوتر وروبلیوسکی در سامانه رسمی پرزیدنت اوکراین نشر شده است. وروبلیوسکی روز 21 آگوست امسال در مصاحبه با بلاگر دیاز کوزایروف در شرح حمله نظامی روسیه با اوکراین گفته بود که تلاش میکند هرچی بیشتر روس‌ها را بکشد و افزود هر قدری که ما حالا میکشیم فرزندان ما همان قدر کمتر خواهند کشت. دیرتر مسئولان وزارت امور خارجه قزاقستان خبر دادند که با وروبلیوسکی صحبت کردند و او برای این سخنهایش عذر پرسیده است. جانب روسیه از قزاقستان خواست پیوتر وروبلیوسکی را اخراج کند ولی آستانه در پاسخ گفت که دیپلمات اوکراینی به رخصتی می رود. الناز رکابی عضو تیم ملی سنگنوردی زنان ایران که در قهرمانی آسیا بدون حجاب نمودار شد صبح 19 اکتبر به تهران برگشت. او را گروه زیادی مردم در فرودگاه پیشواز گرفتند و رسانه‌های حکومتی به صحبتش شتافتند. وی در مصاحبه پیام آخرینش را در شبکه‌های اجتماعی تکرار کرد که به عقیده بسیاری‌ها از طرف منصبداران جمهوری اسلامی به او تلقین شده است. قبلا انتشار عکس‌های بدون حجاب الناز رکابی در جریان مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا همزمان با ادامه اعتراض‌های سراسری در ایران بازتاب گسترده‌ای داشت. او صبح چهارشنبه بعد فرود آمدن از هواپیما در تهران و در گفتگو با رسانه‌های دولتی به خطا بودن حضور بدون حجابش تاکید کرد. و در این لحظه برنامه از قرب اسعار در تاجیکستان میگوییم. بانک ملی تاجیکستان روز 19 اکتبر 1000 روبل روسی را 161 سامانی، 1 دلار را 10 سامانی و 21 درم و 1 یورو را 10 سامانی تعیین کرده است. این قربی رسمی است و در بانک‌های تجارتی قربی سامانی فرق میکند. بیننده عزیز سپاس برای همراهی. برنامه سرخط خبرها را تماشا کردید. امیدواریم 3 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی با ما خواهید بود. تا آن وقت خدا نگهدار.